ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 11. شام غریبان. کمری کوه را مانند خانه شغالان کفته، در اطرافش از سنگ‌های ناتراشیده دیوارها ساخته بالایش را با خس و خاشاک پوشانده بودند. در پیش این کلبه کوهی روبروی هم دو پوستکچه پهن کرده بودند که به بالای یکی از آنها یادگار و آن دیگرش یک شخص دیگر نشسته بود. در میان اینها یک دسترخوانچه شال پهن کرده بر روی آن یک کارسان شیرکدو نهاده بودند. هر دویشان با یک قاشق چوبینی جایداری به نوبت آش را می‌خوردند. در آن سوتر این کلبه در پیش آتشدان یک کارسان دیگر شیرکدو بود که گلنار با مادر خود سر دو پا نشسته، اینها هم با یک قاشق به نوبت می‌خوردند. مردان آش خود را خورده تمام کرده فاتحه خواندند. گلنار طبق و دسترخوان را برداشت. مردی که در روبروی یادگار نشسته بود: پسرم، پرسیدن عیب نیست. تو کجایی هستی و چه طریقه به این طرف ها افتادی؟ گفته پرسید. یادگار در جواب این شخص یک قسم سرگذشت خود و پدرش را کوتاه کرده حکایه کرد، اما بی اجازت خوج این به این طرف ها گریخته آمدنی خود را پنهان داشت. درباره به این طرف ها آمدنش همین قدر گفت که من که یک فرزند کوهستان بودم، هوای سر جوی به من نفارید. وقتی که پدرم مرد در آنجا هیچ دلبستگی هم نماند. کاری یابم که شکمم سیر شود به من بس از گفته به این طرف ها آمدم. اگر به یک لب نان و شیر و جغرات قناعت کنی در اینجا به خوبی عمر میگذرانی، اما پیدا و پسنداز کردنت ممکن نیست. در اینجا بایهای کلان که به مزد یتیم نگاه دارند کمند. بعضی کسانی سرمال باشند هم موافق خود دستیار دارند، لیکن بعضی آدمان تنها دست هستند که 2 سر 4 سال مال دارند و خودشان بسیارتر در پس کشتکار می‌گردند. اگر پادمان یافت شود مالهای خود را به پاده می‌سپارند. اگر تو خواهش کنی فردا من مالهای همین قسم آدمها را خون داشته به تو می‌سپارم، تو می‌چرانی. هر کدام آنها به قدر حال یگان نان یا یگان کاسه آش می‌دهند که با همین تو زندگانی می‌کنی. یادگار به خیالات فرو رفته بود. مگر او را کوفتی را یا خیال گلنار به این حال واداشته بود که مرد گمان کرد و آنقدر به سخنان خودش دقت ندارد. خب حالا تو از راه دور مانده شده اومده ای، من هم نو از کار آمدم. این مصلحت را فردا میکنیم. حاضر زودتر خوابیدن در کار است. پوستک را برداشته بیا، گفته مرد پیش در آمد و چند قدم دورتر از کلبه خود رفته جای را نشان داده گفت: پسرم، پوستک را اینجا انداخته بخواب، نه درس. من هم در پیش خانه میخوابم. اگر خواطر کشی امک رستم گفته فریاد کن، من حاضر میشوم. مرد جای خواب یادگار را معین کرده خود به پیش زن و دخترش آمده بخوابید. پس از 5 دقیقه صدای خراک او به گوش یادگار رسیدن گرفت. اما یادگار چی؟ مگر ممکن بود که او را خواب برد؟ مگر ممکن بود که آسوده باشد؟ مگر ممکن بود که یک جوانی از پدرش، از مادرش و از وطنش جدا شده
در یک کوهساری بیگانه ای که در اینجا به چی در زندگانی کردنش هنوز معلوم نیست آسوده بخوابد. به یادگار یک حالت بسیار عجیبی روی داده بود. این حالت او را هیچ آسوده نمی گذاشت. وی می خواست که امشب را پیش گلنار گذراند، با وی صحبت کند، گوید شنود و برای آینده خود از وی مصلحت جوید. هر چیزی را که وی صواب بیند و صلاح داند به همان عمل کند. اما این میسرش نبود. دختر پس از آن که وی را با خود دا پیش مادری خود آورد دیگر از حال وی جویا نشد. یادگار عاقبت کار خود را می اندیشید. چی شدنی پیش آمدی خود را نمی یافت. وی به دل خود می گفت از روی سانیامک رستم اینجا به خوبی عمر می گذرانم. اما اگر گلنار مانند همین شبه دیگر از حال من جویا نشود این زندگانی آنقدر خوب نمی شود. یادگار چون سری کلابه آینده خود را نیافت به سرگذشت خود یک نظر انداخت. سرگریز شدن از کولاب، افتادن به دست دزدان، مردن مادر، خدمتگاری عظیم شاه، قرضداری بی سببی پدر، غصه مرگی آن، ودای واپسینی سر خاکی پدر، گریختن به طرف دره نهان، مانند یک تسمه کینا یگان یگان لیکن به زودی از نظرش می گذشت. همه اینها گویا یک خوابی هولناک بود که یادگار دیده بود. وگرنه آدمی نتواند که به این همه فلاکت و مشقت‌های حقیقی تاب آورد. واخوردن به گلنار. در آخر این تماشاگاه خیالی که یک منظره می آمد وی خواب نبود، خیال نبود، بلکه حقیقت بود. یک حقیقت بود که به وی یادگار در بیداری راست آمده بود. این یک بیداری مسعودانه بود که بعد از دیدن خواب‌های پریشان روی داده بود. دیدن روی دلارای گلنار و شنیدن سخن‌های مهرآمیز از آن لب شکربار در حقیقت در یک روز فیروز و در یک ساعت مسعود بود. حیفا که این روز فیروز دیر نپایید و آن ساعت مسعود دراز نکشید. وقتی که گلنار او را آورده به مادر و پدر خود شناسا کرد دیگر از حال وی جویا نشد. مانند آنکه این گونه کس را به عمر خود هیچ ندیده باشد به طرف او دیگر نگاهی هم نانداخت. اگر این بی التفاتی و نامهربانی دوام کند وای به حال یادگار بی کس و بی کوی. یادگار غزلی را که پدرش در وقتهای غمزدگی خود می‌خواند در هوای شب هجران به سراییدن در آمد. غریبان را کی می‌پرسد؟ غریبان را کی می‌پرسد؟ در این شامی غریبانه تمامی خلق بی پروا، تمامی ملک بیگانه. سرم چون چرخ می گردد، تنم چون بید می لرزد، دلم چون کوره می سوزد در این شامی غریبانه. نه ملکم هست و نی مالم، نه کس پرسد ز احوالم، ز شب تا روز می نالم در این کوهساری بیگانه. یادگار گمان داشت که همه را خواب ربوده است
با وجود این بسیار به آهستگی زمزمه می کرد و احتیاط نمی نمود که کسی ناله‌اش را نشنود و گمانش هم این بود که غیر از سنگی که در زیری سرش نهاده بود فریادی بی آوازی او را کسی نشنیده است. لیکن در واقع این گونه نبود. در میان یک شخص بیداری دیگر هم بود که چشم و دلش را به طرف یادگار بسته بود. هرچند که این شخص به سبب دوری جای خواب و تاریکی شب در هر دقیقه 10 بار از پهلو به آن پهلو گشتن یادگار را نمیدید، وی را با همین حال حس می کرد. همین که این شخص ناله شب هجران غریبانه یادگار را شنید، گمانش به یقین بدل شد و دانست که مرغ بیگانه نواموز زده شده است، حتی نیم بسمیل گردیده است. این شخص گلنار بود. وقتی که این دو جوان یادگار و گلنار با هم روبرو شده بودند، مانندی به هم رسیدن دو سیم روبروی الکتریکی در میان شعله محبت افروخته بود. یادگار به گلنار چقدر میلان کرده باشد، این هم به آن همان قدر مایل شده بود. لیکن آتش هجران به یادگار به دیگر غمهای وی زم شده زودتر اثر خود را نشان داد و به سوز و گداز افتاد. همین که گلنار ناله دلخراشی او را شنید، وی هم بی‌طاقت شد. اگر در پیش پدر و مادر خود نمی بود، این هم با وی هم آواز شده می نالید. حیفا که بدم زدن محال نداشت. دلش تنگی می کرد، اما نفسی سخت‌تر کشیده نمی توانست. درونش می سوخت، اما آه سرد برآوردنش ممکن نبود. فصل 3 از قسم 2، بدیهه‌گویی. ایام تابستان آفتاب جهانتاب در بالای سر راست برآمده، کوه و بیابان را برابر روشن و گرم نموده بود. لیکن هرچند نیمروزی تابستان باشد هم هوای کوهسار مانند ایام بهار میانه و فارم بود. کبک‌های دری گاه بر تیغه و گاه در کمر سیر و گشت می نمودند. مرغان خوش‌الهام بر شاخه های درختان کوهی نشسته نغمه سرایی و غزلخوانی می کردند. جویچه های آبی صاف که از فراز کوه به نشیب از سنگی به سنگی جست و خیز کرده می فرآمدند، از شلدر شلدری آهنگدار خود با مرغان نغمتی راز هماوازی می کردند. گوسفندان در خواب ناز، بزغالگان در تک و تاز، چوپان بچگان در دویدن، آهو برگان در رمیدن. خلاصه هر کس، هر چیز و همه طبیعت در عالم خود خرسند و شادمان بود. چوپانان و پادبانان گله و رمه های خود را که در اولی پگاتانی می روز چرانده سیر کرده بودند، در کمرهای سایه رفع آورده به استراحت گذاشتند و خودهاشان دو چار به هر گونه بازی ها، نینوازی ها، غزلخوانی ها و بدیهه‌گویی ها مشغول شدند. یکی شهد کشیده می گفت: یاری من در خانه من در کوه افخام می کنم، سنگ را از نالش جانسوز نالام می کنم. پیش چشمم می نشینم در هوای چشمی او، چشمه را با آبی چشمی خود خروشان می کنم. دیگری می گفت: دل خوش است و گل خوش است و خوانشی بلبل خوش است، خوانشی بلبل خوش است، اما به پیشی گل خوش است. او در آنجا من در اینجا، ناله ها دارم ز هجر، کی توان گفتن مرا از نالش خود دل خوش است.
تنها یادگار به این دوره ها همراه نبود. وی گله و گوسفندانی را که رستم از هر در غم داشته برای چرا به دستی او سپرده بود، بعد از سیر کردن آنها را در کمره خواباند. خود در زیری درخت ارچه به لب چشمه ای که بسیار به سستی روان میشد نشست و نی چوپانی خود را به دست گرفته نی نوازی را سر کرد. هر نقش و غزلی را که چوپانان دیگر می‌خواندند، یادگار هوای آن را با نی ادا می کرد. خصوصا هوای بیتی او در آنجا من در اینجا ناله ها دارم ز هجر، کی توان گفتن مرا از نالشی خود دل خوش است. مگر مضمون این بیت به حسب حال خودش راست آمده بود که پس از خاموش گشتن دیگر خوانندگان هم خودی آن بیت را گشته برگشته شهد کشیده می خواند و باز هوایش را با نی ادا می کرد. وقتی که از این ناله های بی حاصل دلگیر شد، وی را به یک طرف پرتافت و خود آهی جانکاهی کشیده بر روی سبزه و سیبرگه یازیده چشم خود را پوشیده به خیالات فرو رفت. لیکن حالا خیالاتی وی مثل پیشتر پریشان و پراکنده نبود. حالا از گذشت خود کمتر یاد می کرد و از آینده هم بسیار اندیشه نداشت. عمرگذرانی هر روزش هم بد نیست. با یارمندی رستم حالا و یک پادبان است، 20-25 سرگاو و گوسفندی از هر در خون شده را هر روز به چرا می برد. آش حلال، نان حلالی که صاحبان مال می دهند برای خوراک هر روزش بسو زیادتی است. شیر و جرغات و دوغ باشد چقدر خواهد همان قدر تیار است. 2-3 ماه است که در این دره عمر می گذراند. هرچی از دنبالگیری عظیم شاه هم هیچ خطری روی نداده است. بنابراین گفته می توانست که 1 درجه خوشبختانه عمر به سر برده ایستاده است. حالا خیالاتی وی تنها به یک طرف، به یک جا، به گلنار بند بود. آن میلان هایی که به طرف وی داشت و پیشتر یک هوا و هوس مقرری جوانی شمرده می شد، حالا به یک عشق جانسوز، به یک محبتی زوال ناپذیر بدل شده بود. خصوصا التفات های نهانی و دلجویی های پرمهربانی گلنار آتش عشقش را دوبالا کرده بود. لیکن با این همه هنوز این محبت را غیر از زبان حال دیگر واسطه اظهار نکرده بود. هنوز یادگار عشق خود را به گلنار روی راست نگفته و گلنار هم میل خود را به یادگار به زبان نیاورده بود. یادگار میخواست که اکنون درد دلی خود را به وی فاشافاش گوید، اما اندیشه میکرد که وی چی معامله میکرده باشد. اگر خوش قبول کند چی خوب و چی نقص، اما اگر رد کند وای به حال من. یادگار میگفت در آن صورت همه امیدها به ناامیدی، همه خیالهای شیرین به تلخکامی و همه محبت به حسرت بدل خواهد گردید. در آن حال زندگی بسی دشوار خواهد شد. یادگار امروزها خواه نی نوازد، خواه نقش گوید، خواه مالها را به چرا برد، خواه نشیند و خواه خوابد، با این خیالات و با این اندیشه ها مشغولی می کرد. حالا که از نی نوازی و نقش گویی دلگیر شده به زمین یازیده چشم خود را پوشید، این خیالات از پیشتر زیادتر سرش را فرا گرفت. گاه به دل خود می گفت هرچی باد آباد، امروز درد دل خود را می گویم. گاه اندیشه می کرد که حالا صبر کردنم در کار است تا اشارتی از طرف خودی وی شود.
در این اثنا یک سنگچه بسیار خردی از هوا آمده به سر سینه یادگار رسید. یک باره چشم خود را گشاد، بی آنکه سر خود را بردارد به گرد و پیش خود نظری انداخت و باز چشم پوشیده به خلوتخانه خیالات خود رفت. سنگچه دیگری آمد، باز اهمیت نداده از جای نجنبید. بار سیوم سنگچه قدری کلانتر آمده به کنارش افتاد. یادگار یقین کرد که کسی به وی شوخی می کند. از جای خیست و به هر طرف با دقت چشم انداخت. دید که در پیش درخت چهارمغزی یک آدم می نماید. اما کی بودنی او را ندانست. برای دستگیر کرده تنبیه دادن این شوخی کننده موقع ناشناس با یک دو شوخی بی جای خود خانه خیالات شیرینش را زیر و زبر کرد، برجست و به طرف او دوید. یادگار وقتی که به درخت چهارمغز نزدیک رسید، شخص نهفته به جای آنکه گریزد یک بار از پس درخت برآمده گویا که یادگار را ترساندن می‌خواهد، واه گفته خود را به طرف وی انداخت و از دو بند دستش با دستان نازک خود محکم گرفت. این دستان نازک نرمین چنان دستی بود که به محضی رسیدنش دست پرزوری گیرای یادگار سست شد. این دستها دستان نازک نرمین گلنار بود. یادگار حقیقتا ترسیده بود از این شادی ناگهانی و از این بخت فیروزی که از غیر چشم داشتش ناخواست به وی راست آمد. نزدیک بود که شادی مرگ شود. باز گمان میکرد که دور نیست آنچه میبیند خواب باشد. بنابراین بی اختیار دستان خود را از دست گلنار کشیده گرفته چشمان خود را مالیده دیدنی شد. لیکن این میسرش نشد. دست گلنار که با وجود نازکی چون سیمی الکتریک به دستانش پیچیده او را تماما از قوت برآورده بود، سر نداد و گفت: مگر شوخی من به تو سخت رسید؟ خدا نکند که شوخی تو به من سخت رسد. یادگار گفت: لیکن من هنوز گمان ندارم که این دولت به من به بیداری روی داده باشد. هنوز میترسم که من خواب دیده ایستاده باشم. گلنار با اشوه‌بازی: مگر مرا در خواب بینی میترسی؟ یادگار هزل را به جدی گردانده: بسیار چپگیری مکن، به دلی سوخته من نمکاب مزن. گلنار با ناز و غروری محبوبی گل گل شکفته: چرا دلی تو سوخته است؟ گفت: اگر حالا هم باوری نداری دست به سینه‌ام رسانده بین. گلنار دست چپ یادگار را سر داده دست راست خود را بر روی سینه وی رسانید. لیکن خودش چنان بی خود شده بود که قریب بود سینه خود را به سینه وی رساند. با وجود این خودداری کرده: واه واه دستم سوخت. گویان خود را به شوخی زده یک بار دستش را از سر سینه وی کشید. اکنون گلنار هم از حال رفته بود. بیان که دست راست یادگار را سر دهد، چون سرخوشانی زیادتر نوشیده کلویده به زیر درخت ارچه رفت و دست یادگار را سر داده به درخت تکیه کرده نشست. یادگار هم در روبروی وی جای گرفت. دقیقه چند به خاموشی گذشت، لیکن نه یادگار از گلنار و نه این از وی چشم نمی کندند و گویا که دو دل داده چشمک بازی کرده قوت چشمان خود را می آزمودند. گلنار این صحبت خاموشانه را ویران کرده گفت: تا کی چشمکی من چشمکی تو کرده می نشینیم؟ بیا یک غزل خوان و یا نقشی گوی. من غزل خواندن نمی توانم. اگر تو خوانی از تو آموخته من هم می خوانم. غزل نمی دانی؟ دروغ گوی. نه وکک در اینجا که غزل می خواند؟
من نمیدانم. تو گویی که کی میخواند؟ گلنار یک سنگچه را از زمین گرفته به طرف یادگار انداخته. انا همین که گویک میخوان گفت. بعد از آمدن تو همش را فراموش کردم. اکنون اگر تو غزل خوانی کنی، من هم به یاد آورده غزلی خود را میخوانم. نباشد بیا بدیهه گویی میکنیم. خب من سخنهای خودت را بدیهه کرده میگویم. کدام سخنم را؟ انا شنو. گوشم به تو. چشمکی من، چشمکی تو، چشمکی پرخشمکی تو، چی می شود به سوی من؟ غمزه کند چشمکی تو. گلنار یک سنگچه را به یادگار انداخته. حتی آمد چی؟ من به تو که خشم کردم. یادگار: گبرا نگریزان، گوی نبتت را. گلنار: در رو میگویم، لیکن اگر تو جواب داده نتوانی، از همین درخت یک خمچه گرفته به پایت 100 تا میزنم. یادگار: اوهو، حاکمی سر جوی اینجا بود است که؟ خب نوبتت را گیر. اگر من نتوانم هرچی میکنی کن. گلنار یادگار را با این گونه گپ ها مشغول کرده به دل خود غزل بافتنی میشد، لیکن چیزی به خاطرش نمی رسید. بنابراین گفت: تو باز یک بار دیگر بیتی نوکه خوانده‌ات را خوان و از من جواب شنو. یادگار سر کرد. چشمکی من، چشمکی تو، چشمکی پرخشمکی تو، چی می شود به سوی من؟ غمزه کند چشمکی تو. گلنار: دستکی من، دستکی تو، دستکی نورستکی تو، چی می شود به گردنم؟ حلقه شود دستکی تو. یادگار: رویکی من، مویکی تو، مویکی خوشبویکی تو، چی می شود به رویکم؟ شده شود مویکی تو. گلنار با شنیدن این دو بیت به موی خود یک دست رسانده ماند، اما در جواب چیزی به خاطرش نرسید. بنابراین بدیهه‌گویی را به راه دیگر گرداندنی شده گفت: یادگار، تو شاه دختر را میدانی؟ ها، شاه دختر را من ندانم، باز کی میداند؟ دانی گوی؟ شاه دختر خودی تو دیه؟ شوخی رامان، راستی میگویم، غزل شاه دختر را میدانی یا نی؟ میدانم. بیا هر دویمان غزل را بدیهه کرده میخوانیم. یادگار: بسیار خوب. شاه دختر، شکر دختر، شاه دختران، ابروکت به من بینمو، شوم بر تو غلام. گلنار: ابروکم چی میبینی یار بدگمان؟ در بازار عثمان ندیدی؟ این هم مثل همان. یادگار: شاه دختر، شکر دختر، شاه دختران، چشمکت به من بینمو، شوم بر تو غلام. گلنار: چشمکم چی میبینی یاری بدگمان؟ در بازار سرمه ندیدی؟ این هم مثل همان. یادگار: شاه دختر، شکر دختر، شاه دختران، رویکت به من بینمو، شوم بر تو غلام. گلنار: رویکم چی میبینی یاری بدگمان؟ در بازار کلچه ندیدی؟ این هم مثل همان. یادگار، یادگار، یادگار. این آوازی که پسی سر یادگار از 30-40 قدم دورتر آمد، صحبت گرم و سوزان این دلداده جوان را ویران کرد. این آواز گویا کاسه آبی سردی بود که به دیگی جوشان ریخته یک بار جوشش وی را فرو نشانید. شما از سلسله خوانش بدیعی گفتار 11 را از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.